دوستان سلام. گفتار یک کتاب زیست شناسی یک گفتار کاملا خوندنیه. یک گفتار آسون. بعضی جمله ها رو باید حفظ کنید. ببینید واقعا توضیح زیادی رو خیلی از جمله های این گفتار نمیشه داد، ولی احتمالا میتونن تو کنکور و خیلی بیشتر از کنکور تو امتحان نهایی از این جمله ها بهتون سوال بدن. پس گفتار خیلی آسونیه، ولی اینطوری نیست که رهاش کنید. تک تک خطاشو بخونید، به تک تک جمله هاش فکر کنید. اما بریم ببینیم چی میگه تو این گفتار. گفتار یک، زیست شناسی چیست؟ خب در ابتدای گفتار میاد یه سری سوال میپرسه، یه سری پرسش داره. ببینید شما در طی 3 سال زیست شناسی خوندن به راحتی به این پرسش ها پاسخ میدین. واقعا باید صبر کنید. خیلی هاشو ممکنه الان نتونید پاسخ بدین، ولی جواب اینا میمونه برای اواخر تحصیلتون تو دبیرستان. اون وقتی که خودتون میتونید به همه اینها خیلی راحت پاسخ بدین. اما جمله آخر یه تعریف خوب داره از زیست شناسی. میگه که زیست شناسی شاخه‌ای از علوم تجربی است که به بررسی علمی جانداران و فرآیندهای زیستی میپردازد. یعنی هم موجودات زنده جاندار رو بررسی میکنه، هم فرآیندهای زیستی. تعریف رو یاد بگیرین. خب محدوده علم زیست شناسی هم خیلی خوندنیه. تک تک جمله هاشو خودتون میخونید. فقط این بیماری قند، حالا من زیادم باهاش موافق نیستم با واژه‌اش، ولی بعدن شما به این میگید دیابت، اونم دیابت شیرین. حالا انواع متفاوتی هم داره. کتاب از کلمه بیماری قند به جای دیابت استفاده کرده. حواستون باشه. اما زیست شناسی نوین در رابطه با کلنگری یک جمله خیلی 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 مهم داره. میگه کل سامانه چیزی بیشتر از مجموع اجزای آن است. این یعنی چی؟ ببینید من میتونم یه مثال خیلی خیلی واضح بزنم که اینو بفهمید. یه ماشین از چه قطعاتی تشکیل شده؟ شاید از میلیون ها قطعه ریز ریز ریز، انواع پیچ و مهره و واشر و موتور و نمیدونم هر چیزی، قطعات خیلی خیلی زیاد. خب اگر بیایم تمام این قطعات رو جمع کنیم یه جا، یه تپه بسازیم از اینا، بعد بریم بالا این تپه بشینیم، راه نمیره. قطعا راه نمیره. چرا؟ چون مجموع اجزا کل سامانه نیست. یه چیز دیگه هم این وسط هست و اون ارتباط بین اجزاست. پس اون پیچا، اون چرخدنده ها، اون قطعات، اونا باید یه ارتباط درستی هم بینشون باشه. پس میگه ویژگی های سامانه را نمیتوان فقط از طریق مطالعه اجزای سازنده آن توضیح داد. نمیتونی بری چرخدنده رو بخونی، پیچو بخونی، این قطعات رو بخونی، بعد بخوای بگی ماشین چطور کار میکنه. ارتباط بین این اجزا هم خیلی خیلی مهمه. برای جاندار هم همینه. یا مثالی که خود کتاب میزنه، میگه یه پازل ممکنه هر یک از قطعاتش به تنهایی بی‌معنی به نظر بیان که میانم واقعا، اما اگر قطعای آن را یکی یکی در جای درست در کنار یکدیگر قرار دهیم، مشاهده میکنیم که اجزای جورچین به تدریج نمایی بزرگ، کلی و معنیدار پیدا میکنه و تصویری از شیئی آشنا به ما نشان میدهد. بله، کاملا درست. پس حرف مهم این که کل سامانه مساوی
با اجزای سازنده به اضافه ارتباط بین اجزا. اما نگرش بین رشته‌ای، ما تو زیست شناسی علاوه بر این که باید اطلاعات زیستی داشته باشیم، اون وقت اطلاعات مهندسی، نرم افزاری، آمار، ریاضی و خیلی چیزای دیگه هم نیاز داریم برای تحلیل. کتاب 12 ما رو با یه اصطلاح آشنا میکنه به نام بیوانفورماتیک. اونجا میگه این علم یعنی بیوانفورماتیک با استفاده از مفاهیم زیست شناختی، ریاضی، آمار، علوم رایانه‌ای مبنایی برای درک و طبقه بندی و مدل سازی و تجزیه و تحلیل داده های زیستی فراهم میکند. میبینی تعریفی که اونجا از بیوانفورماتیک میگه همین نگرش بین رشته‌ایه. به نظرم میشه این نگرش بین رشته‌ای رو همون بیوانفورماتیکی دونست که توی 12 راجبش حرف میزنه. فقط اینجا اسمشو نگفته، تو ترکیب حواستون باشه. شاید باور نکردنی باشه ولی این یک مموری کارت 5 مگابایتی شرکت IBM، پیشرفته ترین سخت افزار روز جهان، 60 و چند سال پیش 5 مگ حافظه یه همچین امکاناتی میخواسته برای جابجایی. علاوه بر این $50,000 اون موقع قیمتش بوده. اصلا قابل مقایسه نیست $50,000 60 سال پیش با امروز. الان اگه بخوایم حساب کنیم یه چیزی هولوش 2-3 میلیارد تومان قیمتش بوده. واقعا قیمت بالایی بوده. اما تو این 50-60 سال علم یه جوری پیشرفت کرد که من و شما از تو خونمون همین الان میتونیم یه هارد چند ترابایتی، مثلا 2 ترابایتی بخریم با قیمت 4-5 میلیون تومان. اصلا 2 ترابایت کجا و 5 مگابایت کجا؟ بعد 3 میلیارد تومان اون موقع کجا؟ 5 میلیون امروز کجا؟ میبینید علم واقعا پیشرفت کرده و توی زیست شناسی ما با حجم عظیمی از داده ها سر و کار داریم. اطلاعات خیلی زیادی رو باید ذخیره کنیم و بتونیم آنالیزشون کنیم، تجزیه تحلیلشون کنیم. پیشرفت تکنولوژی و همه اینها باعث شده که زیست شناسی هم پیشرفت کنه، محاسبات سریع بشه، ذخیره داده ها راحت تر از قبل بشه و از همه مهمتر هزینه پیشرفت علم بیاد پایین. اینم از این. اما مهندسی ژنتیک، اصلا سال 12 فصل 7 موضوع فصل مهندسی ژنتیکه. پس ما در آینده یه فصل کامل راجع به این موضوع میخونیم، اما یه تعریف نصف و نیمه هم اینجا داریم. مهندسی ژنتیک مجموعی از روش‌ها و فنون آزمایشگاهی است که به منظور تغییر در محتوای دنای جانداران و ایجاد صفت جدید به کار میره. یعنی اگه ما دنای جانداران رو تو آزمایشگاه تغییر بدیم و صفت جدید به وجود بیاریم، ما مهندسی ژنتیک انجام دادیم. حالا یک مفهومی هم در آینده میخونید به نام تراژنی یا ترانسژنیک. تراژنی جاندار تغییر یافته ژنتیکی، اون جانداریه که ما صفت جدید رو توش ایجاد کردیم. الان پایین از یک بز ترانسژنیک، یه بز تراژنی حرف میزنه. میدونید پروتئین تار عنکبوت یا تار عنکبوت خیلی ارزشمنده و البته تو صنایع متفاوت کاربرد داره. یه راه به دست آوردنش پرورش دادن عنکبوته، اما یه راه اقتصادی ترش اینه که اومدن ژنی که تو عنکبوت پروتئین میساخته رو زدن به بز. یعنی محتوای دنای
بز رو تغییر دادن و صفت جدید ساختن، بز عنکبوتی. حالا این بز شیری که میده توش پروتئین تار عنکبوته. به نظر من مهمترین نکته‌ای که اینجا باید دقت کنید، بزه تو شیرش تار عنکبوت نداره، پروتئین تار عنکبوت داره. یعنی خود تار از پروتئین هایی ساخته شده که اون پروتئین ها رو بز میتونه بسازه، تار رو نمیسازه، فقط پروتئین ها رو میسازه. اخلاق زیستی، این موضوع هم باز توی 12 راجبش دوباره حرف میزنن. برای اخلاق زیستی 2 مطلب رو باید دقت کنید. یکی موضوعهای اخلاق زیستی که 3 تان: محرمانه بودن اطلاعات ژنی، محرمانه بودن اطلاعات پزشکی افراد و حقوق جانوران. اینا موضوعهای اخلاق زیستی هستند. سوء استفاده ها از علم زیست شناسی یکیش تولید سلاح زیستیه. سال 11 یک سلاح زیستی میخونید، عامل نارنجی. اونجا میخونید که آمریکا در جنگ با ویتنام از اکسین، از نوعی اکسین که عامل نارنجی استفاده کرد. حالا اینکه اکسین چیه و اینا میمونه برای 11. ولی با اکسین تونست جنگلای ویتنام رو تخریب کنه، پناهگاه سربازان ویتنامی رو تخریب کنه و اینجوری جنگیدن ویتنامی ها رو خیلی خیلی سخت‌تر کنه. پس یه سلاح زیستی ما میخونیم، عامل نارنجی. اما زیست شناسی در خدمت انسان، 4 تا مسئله رو کتاب میاد بررسی میکنه که زیست شناسی به آدمیزاد کمک کرده: تأمین غذای سالم و کافی، حفاظت از بومسازگان ها، ترمیم و بازسازیشون، تأمین انرژی های تجدید پذیر و سلامت و درمان بیماری ها. تأمین غذای سالم و کافی موضوعشو شما میخونید دیگه، کاری نداره. اما یه جمله اون پایین داره، من اونو میخوام براتون باز کنم. میگه غذای انسان از گیاهان به دست میاد، قبوله؟ بعد میگه حالا یه سری عوامل تعامل سودمند دارن با گیاهان، یه سری عوامل زیانمند، یک گروهی به نفع گیاهانن، یک گروهی به ضررشون. میگه اینا رو باید بشناسیم. در طی 3 سال زیست شناسی شما عوامل مختلفی رو میخونید که رو گیاهان تأثیر دارن. من همه رو اینجا برات لیست کردم. تعامل‌های زیانمند برای گیاهان و تعامل‌های سودمند. اول مضراشو بخونیم. شته با گیاه. شته یک گیاهخوار، از شیره پرورده گیاه استفاده میکنه، پس مضر برای گیاه. یا قارچ، انگل برگ گیاهه. قارچ جیبلا باعث آسیب زدن به گیاه برنج میشه. زنگ گندم هم یه جور قارچه که به گندم آسیب میزنه. سیاهک گندم هم اینجا هست، زنگ گندم و سیاهک گندم. نوزاد کرمیشکل و گیاه تنباکو. این نوزاد کرمیشکل لارو حشره است و غذاش برگ گیاه تنباکوه، پس ضرر میزنه به گیاه. گیاهخواران و گیاهان هم که مشخصه دیگه، میخورن گیاهو. مورچه های برگ بر و برگ، این مورچه ها رو آخرین فصل 12 میخونید. اینا برگ گیاهانو میبرن تو لونه‌شون و باش کود درست میکنن و اونجا قارچ پرورش میدن. به ایناش کار نداریم، اینا دارن به گیاهان آسیب میزنن، زیانمندن. گیاهان دارزی و درخت. ببینید اصلا دارزی یعنی چی؟ دار یعنی درخت. آره حتما میگی اینجا دار و درخت داره. بله، دار یعنی درخت. گیاه دارزی و درخت یعنی گیاهی که داره رو درخت زندگی میکنه. مثلا میپیچه دوره درخت و میره بالا
به هر حال برای اون پایه، برای اون درخت زیانمنده. گیاهان سبز و سس و گل جالیز هر دوشون انگل بعضی گیاهانن، پس ضرر میرسونن. اما بریم سراغ سودمندا. گیاه گونرا و آزولا با سیانوباکتری ها همزیستن، یعنی سیانوباکتری ها براشون نیتروژن تأمین میکنن، پس سیانوباکتری داره به این گیاهان کمک میکنه، سودمنده. مورچه و آکاسیا، یک درخت آکاسیا توی 11 میخونید. مورچه به این درخت کمک میکنه، گیاهان دارزیشو از بین میبره، حشراتی که میخوان این درخت رو بخورن و مورچه میره از بینشون میبره یا فراریشون میده و به هر حال دفاع میکنه از این درخت آکاسیا. زنبور وحشی و برگ تنباکو. اونور نوزاد کرمی شکل و گیاه تنباکو رو یادتونه تو تعامل‌های زیانمند. حالا یه زنبوریه که میاد اون نوزاد کرمی شکل رو از بین میبره، یعنی از برگ تنباکو دفاع میکنه. عملاً میاد تخم گذاری میکنه درون نوزاد کرمی شکل و نوزاد کرمی شکل بعداً میمیره. دفاع از گیاه در برابر حشره. قارچ و برگ و اونور گفتیم که انگلیه و زیانمنده، اما قارچ و ریشه سودمنده. قارچایی که با ریشه همزیستند، فسفر و کلی مواد معدنی میدن به ریشه و به گیاه کمک میکنن. ریزوبیوم و گیاهان تیره پروانه باران مثل سویا. ریزوبیوم هم نیتروژن تثبیت میکنه و به گیاهان تیره پروانه واران میده که سویا یکیشه. باکتری خاکزی سمی و گیاه تو 12 میخونید که این باکتری یه سمی داره که در دستگاه گوارش حشرات فعال میشه، پس میتونه از گیاه دفاع کنه. گیاهان حشره‌خوار و جانوران کوچیک، اینا گیاهانین که حشرات رو میخورن. خب اگه حشره رو میخوره، اگه جانور کوچیک رو میخوره، به نفع خودشه دیگه. این تعامل برای گیاه سودمنده. من سعی کردم تقریبا تمام چیزایی که میشه از 3 کتاب در آورد اینجا براتون خلاصه کنم. یادتون نره برای کنکور باید ترکیبی خوند. لطفاً اینا همه رو به هم ربط بدین اگه هدفتون کنکوره. برای نهایی واقعا نیاز نیست. دومین جایی که زیست شناسی در خدمت انسان بوده، حفاظت از بومسازگان ها، ترمیم و بازسازی آنها. بومسازگان رو ما تو گفتار بعدی میخونیم که یعنی چی. بومسازگان همون اکوسیستمه، در واقع جانداران، محیط و تعاملی که با هم دارن بومسازگانه. پس 3 جزء داره: جانداران که جزء زنده بومسازگانن، محیط که جزء غیر زنده است و تعامل‌های بین اینها. این بومسازگانه. اولا خدمات بومسازگان رو یاد بگیریم. کلاً منابع و سودی که بومسازگان داره خدمات اون بومسازگانه. حالا این خدمات به چی بستگی داره؟ به میزان تولید کنندگانش. یعنی هرچی این تولید کنندگان بیشتر، بومسازگان هم خدماتش بیشتر. حالا تولید کنندگان چی هن؟ کتاب کلن تولید کنندگان رو 2 دسته میدونه. یکی فتوسنتز کنندگان که خب بزرگترین گروه تولید کنندگانن، یک گروه هم شیمیو سنتز کنندگان. فتوسنتز کنندگان زیادی میخونیم، بیشتر گیاهان، بعضی باکتری ها، بعضی آغازیان، اینا فتوسنتز کنندن. اما شیمیو سنتز کننده در سطح کتاب ما یه دونه میخونیم، باکتری نیترات ساز. یه شکل پایین زده از دریاچه ارومیه. گاهی میخواد سوال بپرسه از بومسازگان، بعد نمیاد بگه بومسازگان، تصویر میده. مثلا این تصویر دریاچه ارومیه رو میده و
تو باید بدونی که داره بومسازگان رو میگه. لطفاً شکلای کتاب رو با یادداشتای بغلشون دقیق بخونی. و حالا الان شروع زیسته. همیشه یادت باشه یه نگاه سیاه و سفیدی هم به شکلا داشته باش. نمیان تو امتحان نهایی یا کنکور شکلا رو رنگی براتون پرینت بگیرن. شکل سیاه و سفیده و یه جوری اینا باید تو خاطرت بمونن که از رو سیاه و سفیدش هم سریع تشخیص بدی که اصلا این چیه. تازه سیاه و سفید معمولی هم نه، با کیفیت اون دستگاه‌های کپی که احتمالاً قدیمی هم هستن. بریم سراغ ادامه. بعد داره میگه حالا بومسازگان ها دارن آسیب میبینن، جنگلا دارن از بین میرن. پیامد داره. پیامد از بین رفتن جنگلا چیه؟ تغییر آب و هوا، سیل، کاهش تنوع زیستی و فرسایش خاک. راجع به سوخت ها اطلاعات نسبتا مفصلی داریم تو کتاب. اول میخوام اینو بدونید تمام سوخت ها منشأ زیستی دارند، چه سوخت فسیلی چه سوخت زیستی. هر دو منشأ زیستی دارند، اما فرقشون چیه؟ فسیلی از تجزیه پیکر جانداران گذشته، جاندارانی که میلیون ها سال پیش بودن به دست اومده، مثل نفت و گاز و بنزین و خیلی چیزای دیگه. اما سوختای زیستی از جانداران امروزی به دست میان. 3 مدلش هم ما میتونیم بگیم. گازوئیل زیستی از دانه های روغنی، مثلا از دانه های آفتابگردون به دست میاد، از دانه های روغنی. یا الکل، اتانول که 12 میخونید با تخمیر الکلی میشه اینو به دست آورد و یه جور سوخت زیستیه. یا هیزم، به هر حال یه جور سوخته و از جانداران امروزی هم به دست میاد. بریم ببینیم دیگه چه اطلاعاتی راجع به سوخت‌ها داریم تو کتابا. درباره فسیلی ها میگه بیشترین نیاز کنونی جهان به انرژی با فسیلی تأمین میشه. میگه تجدید ناپذیر و ناپایداره. چرا؟ چون جانداران گذشته اینو به وجود آوردن. میلیون ها سال طول میکشه تا دوباره بیاد و قطعاً موجب افزایش کربن دی اکسید جو میشه، موجب آلودگی هوا، گرم شدن زمین. و سال 11 میخونی که سوختهای فسیلی اتیلن رها میکنند، یه جور تنظیم کننده یه رشد در گیاهانه، یه هورمون گیاهی اتیلن. اما سوختهای زیستی تجدید پذیر و پایدارن. ما وقتی از آفتابگردونای امروزی داریم به دستش میاریم، خب میتونیم اونا رو بکاریم دوباره و سوخت زیستی پیدا کنیم. مؤثرتر و پاکتره. یادت باشه پاک نیست، از فسیلی پاکتره. اینم قطعا دی اکسید کربن تولید میکنه ولی نسبت به فسیلی پاکتره. سال 12 میخونید که از آنزیم سلولاز، از گیاهان، از جلبک ها در تولید سوخت زیستی استفاده میکنن. یا همون سال 12 فوتوبیوراکتورها رو میخونید که اینا یه محیط کشتایی هن، یه امکانی هن که میاد این جانداران فتوسنتز کننده، گیاهان، جلبک ها، باکتریا، اینا رو کشت میدن، بعد باهاشون سوخت زیستی تولید میکنن. گفتیم با گیاهان و جلبک ها و اینا میشه سوخت زیستی ساخت. خب کجا کشت بدیم؟ فوتوبیوراکتور. بله. متن کتابش رو هم که خب میخونید و هم متن هم فعالیت رو کامل براتون توضیح دادم. و این جمله آخر رو دقت کنید. زیستشناسان می توانند به بهبود و افزایش تولید سوختهای زیستی مانند گازوئیل زیستی که از دانه‌های روغنی به دست می آید کمک کنند. چطوری؟ با زیست فناوری. باز اصطلاح زیست فناوری برای سال 12، ولی این جمله روش زیست فناوریه، به وسیله زیست فناوریه. بدونیدش قطعاً
کمکتون میکنه. اما آخرین بخش گفتار 1، سلامت و درمان بیماری ها. میدونید آدما با هم متفاوتن. هر دارویی رو هر کسی یک پاسخ نمیده. آدما فرق میکنن. شاید باور نکردنی باشه ولی سال 1900 یعنی اوایل قرن 20 گروه خونی رو هم نمیدونستن. یعنی نمیدونستن انقدری فرق میکنه که خون یه آدم با خون یه آدم دیگه متفاوته. میدیدن اگه خون بزنن به طرف احتمال داره بمیره و احتمال هم داره زنده بمونه. نمیدونستن آدما با هم فرق میکنه. حالا پزشکی شخصی که اینجا حرف میزنه، خدمات پزشکی که به فرد میدن متناسب ویژگی‌های مولکولی خودشه. پروفایل مولکولی هر فرد، اطلاعات دنای اون فرد میتونه یه اطلاعاتی به پزشک بده که این فرد به این دارو چه پاسخی میده. مثلا ممکنه این فرد با این دی ان ای به لاکتوز حساسیت داره، یا نه با این دی ان ای این فرد مستعد سرطان گرفتنه. پس از روی دنا، از روی اطلاعات مولکولی میشه خیلی چیزا رو فهمید. بعد پزشکی که از این اطلاعات آگاهی داره میتونه داروی موثرتری بده که حداقل آثار جانبی کمتری داشته باشه، یا دوز مناسب رو بده، یا براش تغییر تو سبک زندگی تجویز کنه، یا رژیم غذایی خاص، یا کنترل ها و درمان های خاص. روشی که میگه به تازگی اومده برای تشخیص و درمان بیماریا. یعنی هم این پزشکی شخصی به درمان کمک میکنه، هم بتونه بفهمه که این اون بیماریه هم داره یا میتونه اون بیماریه هم بگیره. حالا تو پزشکی شخصی چی رو کنترل میکنن؟ چی رو بررسی میکنن؟ وضعیت بیمار و دنا، اطلاعات دنا، و دیگه اون روش درمانی و دارویی که دارن مختص خود فرده، با توجه به دنا و اطلاعات خودش طراحی شده. موفق باشید.